به نام یکتای بی‌همتا. من امیررضا دانش مقدم هستم و اینجا جایی نیست جز کافه خوشحالم. یه مورد به نظرم رسید، گفتم چجوریه که مردم موقعی که میخوام، حتی موقعی که برن طلا بخرن، تو طلا میرن میگردن اون چیز زیباترینش رو پیدا میکنن، تو میوه ها میرن میگردن مرغوب ترینش رو پیدا میکنن، سبا میکنن، ولی موقعی که تو زندگی خودشون سرک میکشن همیشه دنبال یه چیزای نامرغوب میگردن، همیشه دنبال نقاط ضعفشون میگردن تا اونا رو بیان کنن. برای شما عجیب نیست؟ من امیررضا دانش مقدم هستم و اینجا جایی نیست جز کافه خوشحالم. درود بی پایان بر شما.